ما یه توله‌ای خریدیم 28 روزش بود. این عین بچه خودم بهش شیر میدادم. نژادش هم قطرچونی بود. یه کمی بزرگتر شد، غذا نمیخورد. ما هم ناراحت بردیمش دکتر سگا. گفتیم آقای دکتر سگ، گفت من دامپزشکم. گفتم همون آقای دامپزشک، من سگم غذا نمیخوره. یه چی برداشت یه جوری که به ما گفت که این پارماسیروس داره. استاد پاروا ویروس. بعد ما 3-4 تا نژاد سگ ایرانی بیشتر نداریم. قهدریجانی. حالا دیگه خیلی میخوای خلاصش کنی قدرجونی. قهدریجانی. سلام و درود خدمت بینندگان عزیز سگ شو. امروز در خدمت آقای عباسی هستیم با موضوع جذاب بیماری ها در سگ ها و انواع ویروس ها. آقای عباسی سلام. سلام خدمت شما و بچه های پشت دوربین و خانواده سگ شو در خدمتم. خب آقای عباسی، حالا یه تعداد سوال من آماده کردم اینجا مثل که سکشن قبلی همه سوالا خیالیه؟ نه، این سوالا دیگه سوالای خودم خب همینجوری کسی نگفته. حالا من گفتم پارماسیروس، شما گفتی پارواویروس. این اصلا پارواویروس چی هست و چجوری منتقل میشه؟ پارواویروس یه بیماری ویروسی شدیداً واگیر داره و راه‌های انتقالش از طریق ترشحات و در واقع ادرار مدفوعه و میتونه روی اشیا و لوازم و حتی دست و بدن سگ و انسان و موجودات دیگر زنده بمونه. خب حالا یه سوال که از علائمش چیه و اصلا چه اتفاقی برای سگ میفته وقتی که پارماسیروس بگیره؟ موقعی که سگ درگیر پارواویروس میشه، اولین علائمی که شما میبینید معمولاً بیحالی، بی‌اشتهایی، سرگیجه، افسرده شدن و ضعف بدنیه. ولی باید دقت بکنین که 1 الی 2 هفته طول شاید بده که این ویروس خودشو نشون بده، ولی معمولا تو روز سوم چهارم توی مدفوع سگ مشاهده میشه اثراتی از پاروا و اینو نشون میده که حتی یه سگی که سالمه داره بازی میکنه و خوش میگذرونه هم میتونه ناقل پاروا ویروس باشه. و بخش مورد هدفش هم فکر کنم معده سگ باشه دیگه، یعنی بیشتر اون قسمت رو درگیر میکنه، قسمت گوارش رو بیشتر درگیر میکنه. بسیار. حالا یه سوالی که باز اینجا پیش میاد اینه که شما گفتید که روی اسباب بازی ها هست، روی محیط هست، توی حالا خاک هست و از طریق مدفوع و اینا منتقل میشه. چجوری میتونیم از بین ببریم تو محیطمون این قضیه رو؟ یعنی این پاروا ویروس رو چطوری میتونیم از بین ببریم؟ نه تنها با اشیا و بقیه لوازم میتونه روشون در واقع زنده بمونه، بلکه با حیوانات موذی مثلا سوسک و پشه و اینا هم حتی میتونه انتقال پیدا بکنه. ولی برای از بین بردنش بهترین راه حل محلول وایتکس و آب به صورت 1:20 با حرارت خیلی از بین نمیره، ولی نور مستقیم خورشید تا حد زیادی میتونه ویروس ضعیف و از بین ببره. راه از بین بردنش رو که حالا متوجه شدیم، این که میخواستم بدونم، یعنی نگرانی که من و حالا تمام بینندگان تو خونه داریم، مخصوصا کسایی که کنار حیوانات خونگی مثل سگ مثلا حالا بچه دارن، فرزند کوچیک توی خونه دارن، آیا این بیماری قابل انتقال به انسان هم هست؟ پارواویروس ویروس مختص سگسانانه که حالا روباه، گرگ و حتی راسو هم میتونن در واقع بهش مبتلا بشن، ولی قضیه‌ای که هست این ویروس روی انسان هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، ولی ما میتونیم با خودمون جابجاش کنیم و حیوانات دیگر رو در واقع بیمار بکنیم و ناقل باشیم. و نکته‌ای که هست، اگه سگ بیماری دیدین نکات ایمنی رعایت کنین، دستکش بپوشین، محیط وایتکس بزنین و در واقع این نکات ایمنی حتما رعایت بشه. قضیه که هست یه پاروا ویروسی هست که مختص انسانم است و رو انسانم میتونه تاثیر بذاره، ولی در بچهای کوچیک دچار حساسیت‌های خفیف و خارش‌های خفیف میشه و واقعا چیز خطرناکی برای ما نیست. حالا گفتید که یه سگ هم که خیلی سالم باشه و بازی کنه ممکنه دچار این ویروس باشه و حالا به یه چند تا از علائمش اشاره کردید، بیحالی، بی‌اشتهایی، مدفوع خونی. آیا علائم دیگه‌ای هم داره؟
در قسمت میانی این بیماری معمولا سگا یک بوی عفونت هم از خودشون نشون میدن در کنار اون اسهال خونی و سرگیجه و تهوع و در واقع اون گوشه‌گیر شدنه، یک بوی عفونتی هم شما حس میکنین از در واقع سگ. بهترین راهی که میشه حالا تشخیص داد این ویروسو چی هست؟ بهترین راه تشخیصش به صورت کیته که سگتون رو میبرید پیش دامپزشک، کیت برای سگتون میذاره. یه سری آزمایش‌های خونی هم هست که حالا من ندیدم داخل ایران انجام بشه. بیشترین راه حل برای در واقع مشخص شدن پاروا ویروس فعلا تو ایران کیته که به صورت عموم استفاده میشه. میخواستم بدونم که نژادهای مختلف آیا مقاومت مختلفی نسبت به این بیماری دارن؟ یعنی من مثلا یه سگ دوبرمن داشته باشم یا یه مالینویز، اینها اگر مریض بشن درصد مرگ و میر توشون متفاوت هست و کلا اینکه درصد مرگ و میر این بیماری به چه صورت هست؟ درسته. قضیه اینه که بیشتر سگایی که دچار این بیماری میشن معمولا تلف میشن، مخصوصا اگه واکسینه نشده باشن. و راجع به نژادها و سیستم ایمنی یک سری از نژادها نسبت به این ویروس مقاوم‌تره و یک سریشون ضعیف‌ترن. اونایی که ضعیف‌ترن مثل ژرمن، دوبرمن، لابرادور، روتوایلر با وجود جثه درشتشون ولی سیستم ایمنی ضعیف‌تر در مقابل این ویروس داره. راه جلوگیریش حالا گفتید که به وسیله آبووایتکس هست. آیا راه جلوگیری دیگه ای داره؟ چون من دیدم یه سری از مربی‌ها میگن که تایم اجتماعی سازی توله، تایم طلاییش 2 تا 6 ماه هست و حالا اون دامپزشکا میگن که نباید توله رو تا 6 ماهگی بیرون برد و یه جنگی بین اینها به وجود اومده. نظر شما در این رابطه چیه؟ قضیه اینه که این پارادوکس همیشه بین مربی‌ها و در واقع دامپزشک‌ها وجود داره و هم دامپزشک‌ها درست میگن هم مربی‌ها درست میگن. یک راه برای در واقع پیشگیری از این بیماری واکسیناسیونه که 4 تا 6 هفتگی انجام میشه. یه سری‌ها هستن که از من میپرسن که چرا خب مثلا در بدو تولد توله رو واکسینه نمی‌کنین. دلیلش اینه که آغاز اولی که در واقع مادر داخل شیرش داره و به توله هاش میده خودش باعث واکسینه میشه و شما اگه بیاین در همون بدو تولد توله رو واکسینه کنین، پادتن‌هایی که از طریق مادر به فرزند منتقل شده باعث میشه که بیماری سریعا از بین بره و در واقع بدن و گلبولای سفید یاد نمیگیرن که چجوری باید با این عفونت در واقع بجنگن. راه حلی که داره برای این قضیه اینه که شما سگتون رو بعد از اینکه واکسینه کردین، یعنی تقریبا 4 تا 6 هفتگی، ببریدش به محیط‌های امن. محیط امن میشه خونه فامیل، جایی که هیچ سگی وجود نداره و شما تقریبا مطمئن هستید که هیچ حیوانی که در واقع درگیر باشه با این ویروس تو اون محل زندگی نمیکنه. از اون طرف هم وقتی که دامپزشکی میبرید سعی کنید سگتون رو میز نذارید، رو زمین نذارید، حتی المقدور تو بغل خودتون واکسینه بشه، چون همون جوری که گفتم قبلترم روی اشیا میمونه و در واقع کلینیک هم آلوده ترین جای ممکنه. حالا نه فقط کلینیک، کنل ها، مجموعه ها و هر جایی که کار حیوانات انجام میدن در سگسانان دقیقاً میتونه این مشکل داشته باشه. این ویروس روی رشد هم تأثیری داره؟ متاسفانه این ویروس روی رشد هم تأثیر داره، ولی شما اگه به موقع درمان کنین سگو و در واقع از همون روزهای اولی که نشانه رو میبینین سریع شروع کنید به درمان و تزریق مولتی ویتامین های متنوع و بعد از خوب شدن سگ هم برید سراغ این که حالا مولتی ویتامین های خوراکی بهش بدین، تغذیه خوبی داشته باشه و خواب خوبی داشته باشه و در واقع یک سبک زندگی سالم هم پیشگیری میکنه از این که توله در واقع درگیر بشه، هم بعد از بیماری باعث میشه که سگ در واقع دچار افت رشد و قطع شدن قسمت نمودار رشدش نشه. خب یه وله با هم دیگه ببینیم و برگردیم. در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه و بیماری دیستمپر. جناب عباسی اگر که لطف کنید اصلا به ما بگید دیستمپر چیه، چجوری منتقل میشه، ممنون میشم. دیستمپر یک آرنه تک رشته‌ای از خانواده پارامیکسوویروس شدیداً قابل انتقاله و بیماری شدیداً کشنده‌ایه برای سگ‌هایی که وارد پروسه درمان نشن.
این حالا بیماری چجوری منتقل میشه؟ این بیماری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتقل میشه. میتونه از جای خواب، ظرف غذا، وسایل بازی و از طریق انسان از سگی به سگ دیگر منتقل بشه و یا به صورت تماس مستقیم با ادرار مدفوع یا ترشحات دماغ، چشم و بینی انتقال پیدا کنه به سگ دیگر. چه مدت زمانی طول میکشه دوره بهبودیش و بهبودیش به چه صورت هست؟ دوره بهبودی این بیماری میتونه متنوع باشه در سگ‌های مختلف، ولی قضیه که داره حتی سگی که خوب شده برخلاف ویروس پاروا که نهایت تا 30 روز بعد از درمان امکان انتقال داره، تو این بیماری تا 4 ماه ممکنه به سگ‌های دیگه هم انتقالش بده. و اینکه حالا این بیماری علائمش چیا هست و بهترین راه تشخیصش باز چیه؟ علائم این بیماری تب، سرگیجه، اسهال، درد گردن و در مراحل بعدتر چرخش‌های در واقع غیر طبیعی، رفتار غیر طبیعی، تشنج، لرزش مردمک چشم و موارد از این قبیله. پس میشه گفت تارگتش یه جورایی سیستم عصبیه دیگه. قضیه اینه که بیماری دیستمپر در ابتدا در گره‌های لنفاوی و لوزه شروع به کار میکنه و بعد از گذشتن سیکل 1 هفته‌ای دوباره ویروس تولید میشه و به سیستم دستگاه تناسلی، دستگاه تنفسی، سیستم عصبی و سیستم بینایی سگ حمله میکنه. این ویروس هم مثل حالا پاروا روی رشد سگ تأثیری داره یا نه؟ طبیعتاً بیماری‌های اینچنینی باعث ضعیف شدن سگ میشه و یه میزان زیادی جلوی رشدشون رو میگیره و اتفاقی که خیلی میفته در این بیماری معمولاً سگ‌هایی که در واقع دچار دیستمپر میشن در طولگی و هنوز رشد دندوناشون کامل نشده به خاطر شکل نگرفتن در واقع مینای دندونشون باعث میشه که دندانهای ضعیفتری نسبت به سگ‌های دیگه داشته باشه. حالا سوالی که وجود داره اینه که بهترین راه جلوگیری از ویروس چیه؟ بهترین راه جلوگیری از این ویروس همون واکسیناسیونه. در کنار واکسیناسیون به موقع شما باید سگتون سبک زندگی خوبی داشته باشه. این برای همه جلوگیری از همه بیماری‌ها کمکتون میکنه که شامل این میشه یک غذای خوب داشته باشن، غذای سالمی بخورن، خواب با آرامش داشته باشن و یک تایمی برای بازی کردن با وسایل خودشون. راه‌های حالا از بین بردنش هم اگه بهمون بگید ممنون میشم. از بین بردن ویروس در محیط مثل حال پاروا که گفتید با آب و وایتکس از بین میره. این بیماری هم با آب و وایتکس از بین میره و مقاومت کمتری در برابر نور خورشید و حرارت داره و خوبی که داره از بین رفتنش خیلی زودتر انجام میشه نسبت به پاروا، ولی بدی که داره شدیداً کشنده تره و پیامداش تقریباً تا آخر سن سگ میمونه. یعنی تا وقتی که داره زندگی میکنه در بیماریایی که در واقع شدیدتر شده دچار اختلالات عصبی، تشنج یا از سایر اختلالات عصبی رنج میبرن این سگا. خب بسیار عالی. یه وله کوتاه رو دوباره در خدمتتون هستیم. خب در خدمتتون هستیم با موضوع ویتامین ها در سگ ها. ویتامین های مورد نیاز در سگ ها چی هست جناب عباسی؟ ویتامین های مورد نیاز در سگ ها زیاد هستند ولی معروف تریناشون ویتامین A, B, C, D, E و F که برای داشتن تقویت در واقع سیستم ایمنی و داشتن مو و پوستی سالم میتونه بهشون کمک کنه. در کنارش ما یک سری مواد معدنی هم سگ نیاز داره که باید بهش بدیم، مخصوصا در رشد توله ها برای رشد بهتر اسکلت و در واقع استخوان‌بندیشون مثل کلسیم، آهن، یود، مس و روی. بهترین مولتی ویتامینی که حالا وجود داره چی هست که میتونن بینندگان عزیز استفاده کنن؟ یکی از بهترین مولتی ویتامین هایی که برای سگ ها میتونید استفاده بکنید به کمپلکسه که باعث جلوگیری از جذب کک و کنه میشه، داشتن مو و پوستی سالم و همچنین به یه سری اعمال متابولیکی مثل جذب بیشتر پروتئین کمک میکنه.
این ویتامین هایی که گفتید مشخصه که بخش مهمی توی زندگی سگ داره و حالا اگه بشه لطف کنین اثرات مخرب این کمبود ویتامین ها رو هم برای ما بگید. اثرات مخرب کمبود ویتامین B یکی پیری زودرس، جذب بیش از حد کک و کنه، ریزش مو و واکنش ضعیف نسبت به واکسیناسیون و دندونای فاسد و جرم گرفته است. بسیار عالی. چه زمانی اصلا سگ ها به ویتامین نیاز دارن، به مولتی ویتامین ها نیاز دارن؟ سگ ها در پروسه های مختلف نیاز به مولتی ویتامین دارن. حتما قبل از دادن داروی مولتی ویتامین با دامپزشک سگتون حتما مشورت بکنین. سگ های کار یا سگ های عملیاتی و مسابقه‌ای که فعالیت بیشتری دارن معمولا نیاز به مواد معدنی و ویتامین های بیشتری دارن. ماده های باردار که همونطور که اشاره کردم حتما با دامپزشکتون مشورت بکنین، به خاطر که یه سریشون تو دوران بارداری دادنشون در واقع ممنوعه. و به جز اونها سگ‌هایی که پیر هستن یا بیماری‌های خاص مثل آلرژی، آرتروز و بیماری‌های جانبی داره. امیدوارم که این قسمت از برنامه سگ شو هم براتون جذاب بوده باشه و تونسته باشید چیزی رو به علم خودتون اضافه کنید و زندگی کوچولوهاتون رو راحت‌تر و بهتر کنید. جناب عباسی اگر سخن پایانی دارید در خدمتتون هستیم که بعد از اون بریم خداحافظی کنیم با بینندگان عزیز. بازم اشاره میکنم که در پروسه درمان چه بیماری ها چه دادن در واقع مولتی ویتامین ها و داروهای دیگه حتما با دامپزشک خودتون مشورت بکنید و به صورت خودسر و خود درمانی در واقع کار رو شروع نکنین، چون این داروها میتونن پیامدهای خیلی زیادی حتی مثل مرگ داشته باشن و تداخل دارویی هم تو داروها کم نیست. تا درودی دیگر بدرود.